هی سلام، امروز اومدم عجیب ترین کاراکتر کالاف از نظر خودم رو بهتون معرفی کنم. کاراکتر اسمشو فعلا نمیتونم بخونم. اگه میتونید بخونید کامنتش کنید. اسمشو وقتی تو گوگل سرچ میکنید چیزای عجیب غریبی میاره، موجوداتی رادیواکتیوی. احتمالا اینم رادیواکتیویه و زور زیادی داره، میتونه با ازکان استفاده کنه که طبیعیه، همه کاراکترها میتونن، ولی تو نبردهای نزدیک بهتر عمل میکنه. زور خیلی زیادی داره، آگاهی بالایی داره، میتونه خیلی خوب تو نبرد حضور پیدا کنه. اکتیویژن هم واسه همین قابلیتاش یه ویدیو ساخته که نزدیک به 20 کیل میزنه. من حالا از اینجا به بعد حرف نمیزنم، خودتون ویدیو رو ببینید.